سلام خدمت همه دوستان عزیزم. با یک تیپس اند تریکس دیگه برای نرم افزار 3D Max در خدمتتون هستم. تو این فیلم می‌خوایم پارامتر بک فیس کال رو با هم دیگه بررسی بکنیم و کاربرد اون رو برای فضاهای معماری با هم دیگه بررسی بکنیم. بریم که شروع کنیم. به عنوان مثال اگر شما یک فضای داخلی رو در اختیار داشته باشین و بخواید در بخش داخلی مثلا مدل سازی رو انجام بدین و یا اینکه بر روی مثلا بخش سقف کاذب کار بکنین و یا اینکه چیدمان مبلمانتون رو در داخل اتاق تغییر بدین، قاعدتا این دیوارها برای شما مزاحمت ایجاد میکنن. خیلی راحت میتونین این مشکل رو برطرف بکنین. کافیه آبجکت دیوارتون رو انتخاب بکنین، بر روی اون راست کلیک بکنین و بخش آبجکت پراپرتیز رو انتخاب بکنین. در پنجره‌ای که باز میشه اگر تیک بک فیس کال رو بزنین و این بخش رو فعال بکنین و دکمه اوکی رو بزنین، شما میتونین با فلیپ کردن سطح این دیوارها در واقع به قسمت داخلی دسترسی پیدا بکنین و اون رو بدون مزاحمت ببینین. کافیه من بیام از بخش المنت تمام این دیوارهای دور تا دور رو انتخاب بکنم و بعد گزینه فلیپ رو از قسمت ادیت المنت بزنم. میبینین که وقتی که شما پارامتر بک فیس کال رو انتخاب بکنین و دکمه فلیپ رو بزنین، در واقع بردار نرمال دیوارهاتون رو معکوس بکنین، اگر با کلیدهای آلت و اسکرول وسط موستون دور این آبجکتتون بچرخین یا دور این فضای داخلی، در واقع میبینین که تمام وجوهی که رو به در واقع چشمهای شما هستن یا رو به دوربین هستن، اونها به صورت ظاهری هیدن میشن و شما میتونین به راحتی به فضای داخلی دسترسی پیدا بکنین و اونها رو مورد بررسی قرار بدین و همچنین حتی بر روی سقف کاذبتون، بر روی کف اعمال مدل سازیتون انجام بدین و یا حتی مبلمان داخلی رو چیدمانش رو عوض بکنین و یا حتی اون رو به راحتی مبله بکنین. پس از این به بعد اگر شما یک فضای بسته رو در اختیار داشتین و خواستین توی قسمت داخلی اون کارهایی رو انجام بدین، کافیه دیوارهای اون رو در واقع حالت بک فیس کالش رو فعال بکنین و همچنین از قسمت ادیت پلی دکمه فلیپ رو بزنین تا بتونین از این قابلیت 3D Max استفاده بکنین. امیدوارم این آموزش براتون مفید بوده باشه و بهترین ساعت‌ها و روزها رو براتون آرزو میکنم. تو فیلم بعدی میبینمت.